غزال عنایت چرا بار دیگر با آریانا سعید جنگ کرد؟ دلیل توهین غزال عنایت با آریانا سعید چیست؟ غزال عنایت کجاست و مصروف چی کار باری است؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. غزال عنایت یکی دیگر از هنرمندان و مجریهای موفق افغانستان است که همه با نام و صدای این بانوی خوش‌سیما آگاهی داریم. غزال عنایت هنرمندی است که در ابتدای آوازخوانی چهره خود را با علاقمندان خود ظاهر نکرده بود. یکی از شاگردان موفق استاد نظیر خارا است. وی با هنرمند جوان آقای رجاراهش ازدواج کرده بود، ولی بعد از مدت کوتاهی دوباره از هم جدا شدند. غزال عنایت با جمله اعضای خانواده خود بعد از سقوط کابل بانک به کانادا سفر کرد. غزال عنایت بعد از رفتن به کانادا چهره خود را با اجرای آهنگ عاشقانه با قیس الفت برای علاقمندانش ظاهر کرد. غزال عنایت یکی از رقیبان سرسخت آریانا سعید، ملکه صدای افغانستان است. وی همیشه با آریانا سعید در رقابت بوده، نه تنها رقابت صدا بلکه حتی رقابت بر سر لباس پوشیدن هم دارند. غزال عنایت در جدیدترین برنامه خودمانی با حفیظ محمدی و ملکه دلها آریانا سعید توهین کرده است و بیان کرده آریانا سعید هنرمند پلاستیکی است، هرگز نمیتواند هنرمند مردمی و جهانی شود. این همه در حال است که آریانا سعید در جریان برگزاری بزرگترین کنسرت خود در کشور هلند است که قیمت تکت وی بالای 200 یورو می باشد. این سر صداهای هنرمندان همیشه ادامه داشته است و یکی از دردسرهای جدی برای علاقمندان و طرفدارانشان شده است. به هر صورت ما برای آریانا سعید و غزال عنایت و دیگر تمام هنرمندان موفق کشور خود آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. دوستان عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. سلامتی شما آرزوی ماست. این ویدیو را لایک نموده و با دوستان خود شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر، بدرود.